من خوشحالم که ایشون مجددا انتخاب شدن. البته اگر تا آخر امروز مشخص بشه که قطعا ایشونه، خیلی خوشحال میشم. توقع اصلی فکر میکنم همون قسمت دوم برجام باشه که بخواد بقیه تحریما رو رفع کنه. اصلی ترین هدف خودش هم فکر میکنم همین باشه. فکر میکنم که کل سیستم هم دلشون میخواست که آقای روحانی بیاد که این آرامشی که الان هست بمونه و چون اونورم ترامپ هم هست دیگه، خیلی اگه میخواستن این ورم به هم بزنن چیزای قبلی رو، خب داستانشون تغییر میکنه.